سلام تورهای عزیز. ماه اوت سال 2026 قطعاً به ما اجازه نخواهد داد که استراحت کنیم و این ماه را روی مبل بگذرانیم. می‌دانید این همان دوره نادری است که یک ماه به معنای واقعی کلمه زندگی را به قبل و بعد تقسیم می‌کند. خودتان قضاوت کنید. از همان روزهای اول مسائل مالی مطرح می‌شوند. زهره و مریخ نشانه‌ها را تغییر می‌دهند و چرخ‌هایی را در کار و زندگی شخصی به راه می‌اندازند و در 18 اوت یک رویداد کلیدی طالع‌بینی رخ می‌دهد، محور گره‌های قمری کارمایی نشانه را تغییر می‌دهد و به همراه آن وظایف اصلی زندگی شما برای 1.5 سال آینده تغییر می‌کند. علاوه بر این، شما می توانید اولین نشانه‌های این تغییرات را در اواسط فوریه همین سال در طول خورشید گرفتگی به طور واضح احساس کنید. و اکنون این تغییرات شروع به فعالیت با قدرت کامل می کنند. این را به یک گرفتگی قدرتمند در انتهای ماه اضافه کنید که نقطه پایانی در امور خانه 11 می‌گذارد و متوجه خواهید شد ماندن در حاشیه در حال حاضر به هیچ وجه امکان پذیر نیست. رویدادها و پیچش‌ها به طور باور نکردنی زیاد هستند و برای اینکه در تمام این گذرها گیج نشوید بلکه ماه را با حداکثر سود پشت سر بگذارید، حتما ویدیو را تا خود پایان تماشا کنید. اما به یاد داشته باشید که طالع‌بینی روندهای ماه را نشان می‌دهد، نه رویدادهایی از پیش تعیین شده سخت. و همین الان قبل از اینکه به بررسی دقیق روز به روز برویم، کانال را سابسکرایب کنید، روی زنگوله کلیک کنید تا نکات مهم طالع‌بینی را از دست ندهید و این ویدیو را لایک کنید. و اکنون بیایید هر روز از ماه اوت را به ترتیب بررسی کنیم. در 4 اوت، مریخ در رویارویی پرتنشی با ماه سیاه قرار خواهد گرفت و این جنبه بلافاصله 2 بخش مهم از چارت شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. خانه دوم، مالی شخصی و خانه 10 کار، وضعیت و شهرت حرف‌های. بنابراین موضوع اصلی روز ممکن است پول، کار و مسائل مربوط به ارزش شما به عنوان یک متخصص باشد. در این روز ممکن است وسوسه عظیمی ایجاد شود که مبلغ هنگفتی را روی احساسات هدر دهید برای خریدهای تکانشی، دوره‌های مشکوک، پیشنهادات سودآور یا چیزهایی که فردا مطلقاً به آنها نیاز نخواهید داشت. پول به معنای واقعی کلمه می تواند از بین انگشتان لیز بخورد. بدهی‌های قدیمی ممکن است ناگهان به یاد آورده شوند یا اخبار ناخوشایندی در مورد پرداخت‌ها برسد. همچنین اختلافات با مدیریت، بحث بر سر حقوق، پاداش یا شرایط کار بعید نیست. اگر کسب و کار خود را اداره می‌کنید، اسناد مالی، قراردادها و محاسبات را به دقت بررسی کنید. خطر اشتباه به دلیل عجله یا تصمیم گیری تحت تأثیر احساسات وجود دارد. اما اگر توجه خود را در طول روز آگاهانه، نه به هزینه‌ها، بلکه به بازنگری بودجه خود معطوف کنید، این سود عظیمی به همراه خواهد داشت. لحظه‌های عالی برای نگاه کردن صادقانه به اینکه پول به کجا می رود و بستن سوراخ‌های مالی به دنبال آن، یکی از دلپذیرترین تغییرات اوت در انتظار ماست. در 6 اوت، زهره، سیاره، لذت‌ها و هماهنگی وارد علامت ترازو به خانه 6 شما می شود و تا 18 سپتامبر در اینجا خواهد ماند. خانه 6 مسئول زندگی روزمره، کار، سلامتی، روتین روزانه، وظایف خانه و حتی حیوانات خانگی است. زهره سبکی، زیبایی شناسی و تمایل به دلپذیرتر کردن روزهای هفته را به این حوزه عملگرا به ارمغان می آورد.
روابط با همکاران، مشتریان یا زیردستان به طور محسوسی گرمتر خواهد شد. پاداش‌های مالی کوچک، مزایا یا هدایا در محل کار امکان پذیر است. اگر در زمینه خدمات، زیبایی، طراحی یا با مردم کار می‌کنید، مشتریان به ویژه مساعد خواهند بود. شما خواهید خواست که فضای کاری یا دفتر خانگی را زیباتر و راحت‌تر کنید. گل بگذارید، صندلی راحتی بخرید، نظم ایدئالی ایجاد کنید که حضور در آن لذت بخش باشد. روتین دیگر شبیه کار سخت به نظر نرسد. اکنون ارزش دارد که به خودتان رسیدگی کنید، اما از طریق تمرین‌های ملایم، ثبت نام برای ماساژ آرامش بخش، استخر، یوگا، انتخاب یک رژیم غذایی دلپذیر برای خود. مراجعه به پزشکان یا متخصصان زیبایی در این دوره به راحتی پیش خواهد رفت و نتیجه عالی خواهد داد. اما در پس زمینه انرژی ملایم زهره ممکن است به طور وحشتناکی نخواهید که کارهای روتین خسته کننده، گزارش‌ها یا کارهای خانه را انجام دهید. شما خواهید خواست که همه چیز را به بد موکول کنید، روتین را فراموش کنید یا به جای کار مفید خود را با چیز خوشمزهای لوس کنید. بنابراین سعی کنید تعادل را پیدا کنید، ابتدا کار و سپس لذت. در 70 اوت، خورشید جنبه هماهنگی با زحل تشکیل می‌دهد و خانه‌های 12 و 40 را در طالع شما تحت تأثیر قرار می‌دهد. خانه 4 خانواده، املاک ما است. خانه 12 انزوا، پایان دادن به امور قدیمی، ناخودآگاه، اسرار و رهایی از هر چیز اضافی است. زحل نظم، انضباط و ساختار را دوست دارد، بنابراین این روز عالی است تا به املاک و مستقلات، نظافت، تعمیرات یا حل مسائل مربوط به مسکن و خانواده بپردازید. هر کاری که در این روز با وجدان انجام دهید، سالهای متمادی دوام خواهد آورد. مسائل مربوط به اسناد مالکیت با موفقیت حل می شود. دقیقاً اکنون ارزش دارد که با خود تنها باشید، از شلوغی استراحت کنید، به اندازه کافی بخوابید یا برنامه‌های خود را بدون چشم‌های غریبه با آرامش فکر کنید. و همچنین انرژی زحل می تواند احساس تنهایی، خستگی یا سنگینی درونی ایجاد کند. ترس‌های قدیمی یا مسائل درونی حل نشده ممکن است سر بر بیاورند، اما در عین حال بستگان مسن یا اعضای خانواده می توانند کمک عملی ارزشمندی ارائه دهند یا مشاوره عاقلانه‌ای بدهند. بسیاری از تورها دقیقاً در همین روز احساس خواهند کرد که تکیهگاه محکم دوباره زیر پاهایشان ظاهر می شود. در 9 اوت، عطارد، سیاره عقل، ارتباطات، اسناد، وارد علامت اسد می شود که تا 25 اوت در آنجا خواهد ماند. در طالع شما او وارد خانه 4 می شود. در 2.5 هفته آینده دقیقاً مسائل خانگی و خانوادگی در اولویت قرار خواهند گرفت. زمان عالی برای تهیه یک برنامه تعمیر روشن، جستجوی یک آپارتمان جدید، مطالعه بازار املاک یا بحث در مورد بودجه‌ها و برنامه‌های مهم برای آینده با خانواده. اگر قصد داشتید یک تلفن یا تجهیزات جدید برای خود بخرید، اکنون لحظه مناسبی است. عطارد در اسد تعطیلات و توجه را دوست دارد. خانه ممکن است شلوغ باشد، اما بسیار سرگرم کننده است. زمان مناسبی برای دعوت از دوستان، ترتیب دادن یک شام خانوادگی یا جمع شدن همه با هم برای یک بحث جالب. اما عطارد در اسد جنبه منفی نیز دارد. تلاش برای حل سریع مسائل مربوط به جابجایی، تعمیرات،
فروش یا خرید مسکن ممکن است به دلیل شلوغی بیش از حد کند شود. بحث‌های پر سر و صدا و اختلافات با اعضای خانواده یا بستگان امکان پذیر است. سعی کنید در این زمان بیشتر به عزیزان خود گوش دهید و به هیچ قیمتی سعی نکنید حقانیت خود را ثابت کنید. 11 اوت می‌تواند یکی از قوی‌ترین و امیدوار کننده ترین روزهای این ماه باشد. زهره با پلوتون ملاقات می کند و خانه‌های 6 و 11 را در طالعه شما تحت تأثیر قرار می دهد. در این روز به شما این فرصت داده می شود که با موفقیت معامله‌ای را ببندید که بر وضعیت کاری شما تأثیر می گذارد یا نتیجه مالی محکمی به همراه خواهد داشت. مدیریت می تواند شایستگی‌های شما را متوجه شود، سمت جدیدی پیشنهاد دهد. لحظه فوق‌العاده‌ای برای بازدید از سازمان‌های دولتی، اداره مالیات، بیمه یا هر نهاد نظارتی. تمام مسائل مربوط به اسناد، مجوزها یا گزارش‌ها به طرز شگفت‌آوری به سرعت و به نفع شما حل خواهد شد. از آنجایی که زهره نیز مسئول عشق است، جنبه هماهنگ با پلوتون می‌تواند احساسات عمیق و پرشور، حل درگیری‌های شخصی طولانی مدت یا یک سورپرایز دلپذیر از طرف شریک زندگی را به همراه داشته باشد که اتحاد شما را تقویت می‌کند. اما مراقب باشید، تحت تأثیر پلوتون ممکن است وسوسه‌ای ایجاد شود که حجم غیرقابل تحملی از وظایف را به دوش بکشید. تا حد خستگی کار کنید یا سعی کنید هر فرایند را به شدت کنترل کنید. این تهدید می کند که تا غروب آفتاب افت شدید نیرو رخ دهد. در 11 اوت مریخ وارد علامت خرچنگ می شود و برای شما این به معنای آغاز یک دوره طولانی تا 28 سپتامبر در خانه سوم شماست. این دایره نزدیک شما سفرهای کوتاه اسناد است. مهم است که ویژگی‌های خاص را در نظر بگیرید. مریخ در خرچنگ ضعیف در نظر گرفته می شود. او نمی تواند مستقیماً، قاطعانه و آشکارا مانند همیشه عمل کند. در عوض انرژی او بسودی، پنهانکار، متغیر و بسیار عاطفی می شود. اگر انرژی را در مسیر صلح‌آمیز هدایت کنید، می توانید دست‌هایی از کارهای کوچک انباشته شده را انجام دهید. به سرعت مدارک لازم را صادر کنید، ده‌ها تماس بگیرید، با مکاتبات سر و کار داشته باشید یا برای کار به سفر بروید. همچنین این زمان فوق‌العاده‌ای است برای سازماندهی یک سفر کوچک همراه با بستگان، رفتن به داشا، پیکنیک یا بازدید از اقوامی که مدت هاست ندیدهاید. اما مریخ دوست دارد سریع عمل کند، بنابراین ممکن است تندی در ارتباطات ظاهر شود. درگیری با همسایگان، برادران، خواهران می تواند به معنای واقعی کلمه از ناکجا آباد شعل و حور شود. پشت فرمان نیز ارزش دارد که مراقب‌تر باشید. عجله و تحریک پذیری در حال حاضر دستیاران بدی هستند. دوره از 1005 تا 17 اوت می تواند یکی از موفق ترین دوره ها برای ارتباط، مذاکرات، آموزش و حل مسائل مهم باشد. ابتدا در بنداه 15 اوت، عطارد با مشتری در خانه سوم شما پیوند می خورد و در حال حاضر در 17 اوت حمایت هماهنگی از زحل دریافت می کند و خانه‌های 3 و یگهاد طالعه شما را تحت تأثیر قرار می دهد. در این روزها هر اطلاعاتی می تواند واقعاً ارزشمند باشد. مذاکرات، مصاحبه‌ها، پردازش اسناد، قبولی در امتحانات، آموزش یا راه‌اندازی یک پروژه جدید با موفقیت پیش خواهد رفت. اگر مدت هاست می‌خواستید مسئله مهمی را با بستگان، همسایگان، همکاران یا دوستان در میان بگذارید،
اکنون بسیار راحت‌تر شنیده خواهید شد. از طریق خانه 11 دوستان، افراد همفکر یا آشنایان مفید می توانند به طور غیرمنتظرهای کمک کنند. بعید نیست که این یک گفتگو، توصیه یا ملاقات تصادفی باشد که چشماندازهای جدیدی را در کار برای شما باز کند یا به حل مشکلی کمک کند که مدتها از جای خود حرکت نکرده است، اما خود را در یک زمان روی 10 کار پخش نکنید. مشتری می تواند شما را وادار کند که توانایی‌های خود را بیش از حد ارزیابی کنید و بیشتر از آنچه می توانید انجام دهید، وعده‌ای دهید و زحل برعکس مسئولیت هر کلمه را مطالبه خواهد کرد. بنابراین فقط چیزهایی را بگویید که واقعاً آماده انجام آنها هستید و سپس این دوره قادر است نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد. و اکنون ما به رویدادی نزدیک می‌شویم که بسیاری از تورها مدتها آن را به خاطر خواهند آورد. در 18 یکی از مهمترین رویدادهای طالع‌بینی نه تنها در این ماه بلکه در 1.5 سال آینده رخ می‌دهد. در این روز محور گره‌های قمری کارمایی نشانه را تغییر می‌دهد و مرحله جدیدی از زندگی را برای شما باز می‌کند. درست اکنون است که اولویت‌ها، اهداف و مسیری که زندگی در آن توسعه خواهد یافت شروع به تغییر می‌کنند. بسیاری از تورها می‌توانند اولین نشانه‌های این تغییرات را در حدود 19 فوریه 2026 احساس کنند، زمانی که اولین خورشید گرفتگی در این بخش رخ داد. در آن زمان اولین رویدادها گذاشته شد و اکنون توسعه فعال آنها آغاز می شود. برای 1.5 سال آینده گره‌های قمری کارمایی به خانه‌های 240 شما می روند، بخش کار و خانه، تحقق حرف‌های و خانواده. برخی از تورها تغییرات مهمی را در کار و وضعیت آغاز خواهند کرد. برخی دیگر در مسائل مسکن، املاک و مستغلات یا روابط با عزیزان. وظیفه اصلی این دوره یافتن تعادل بین کار و زندگی شخصی است. شاید به خاطر مرحله جدید مجبور خواهید شد آنچه را که مدت هاست دیگر توسعه‌های به همراه ندارد رها کنید. روزهایی وجود دارد که بهتر است عجله نکنید. برای تورها چنین روزی 21 اوت خواهد بود. زهره در رویارویی تنش‌زایی با زحل قرار خواهد گرفت و خانه 6 شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این روز حقوق، پیش پرداخت، حقال زحمت یا پرداختی‌های وعده داده شده ممکن است چند روز به تأخیر بیفتد. پرداخت‌ها در بانک‌ها گیر می‌کند، صورت حساب‌ها به تأخیر می‌یافتند و توافقنامه‌های مالی مختل می‌شوند یا در آخرین لحظه نیاز به بازنگری دارند. به برخی از تورها گواهی‌ها در بار اول داده نمی‌شود، گزارش‌ها برای اصلاح بازگردانده می‌شوند و اسناد در نامناسب‌ترین لحظه گم می‌شوند. از آنجایی که خانه 6 نیز حیوانات خانگی ما را کنترل می‌کند، مراقبت‌ها یا کارهای کوچک با آنها ممکن است در این روز ایجاد شود. به عنوان مثال، یک حیوان ممکن است به یک بازدید برنامه‌ریزی شده از دامپزشک، رعایت دقیق رژیم غذایی یا مصرف داروها طبق برنامه نیاز داشته باشد. این جنبه همچنین می‌تواند سلامت شما را یادآوری کند. اگر مدت هاست معاینه، مراجعه به پزشک، دندان پزشک یا انجام آزمایش‌ها را به تأخیر انداخت، بهتر است آن را بیشتر به تعویق نیندازید. بدن ممکن است به استراحت و مراقبت بیشتری از خود نیاز داشته باشد. 22 اوت یک روز بسیار مهم است. خورشید با گره قمری کارمایی جنوبی در خانه 4 طالع‌بینی شما پیوند می‌خورد. گذشته می‌تواند خود را یادآوری کند
و بخواهد مسائل قدیمی خانواده، کارهای ناتمام مربوط به خانه، املاک یا بستگان را ببندد. شاید درست اکنون شما در نهایت نقطه پایانی را در وضعیتی بگذارید که مدت هاست منتظر حلوفصل خود بوده است. 25 تا 27 اوت یک دوره بسیار دلپذیر فرا می‌رسد. در 25 اوت عطارد به علامت باکره به خانه پنجم شما منتقل می شود و در 27 اوت در اینجا با خورشید پیوند می خورد و موضوعات عشق، کودکان، خلاقیت و رویدادهای شاد را تقویت می کند. در این روزها ممکن است به یک مهمانی تولد، عروسی، جشن خانوادگی یا ملاقات با دوستان دعوت شوید. کسی پیام دلپذیری از شخصی که مدتها دوستش داشته دریافت خواهد کرد و کسی بالاخره در مورد یک گفتگوی مهم با فرد مورد علاقه تصمیم خواهد گرفت. اگر فرزند یا نوح دارید، آنها می توانند با موفقیت‌های خود، اخبار خوب یا صرفاً دادن احساسات دلپذیر فراوان خوشحال کنند. این زمان فوق‌العاده‌های برای خرید بلیت تئاتر، کنسرت یا رفتن به یک سفر کوچک آخر هفته است. اگر کار خلاقانه انجام می دهید، وبلاگ دارید، ویدیو می سازید، محصولات دستساز می فروشید یا می خواهید توانایی‌های خود را نشان دهید، دقیقاً اکنون ایده‌های شما می توانند بازخورد خوبی پیدا کنند. اما فراموش نکنید که خانه پنجم نیز با قمار و هیجان مرتبط است. بنابراین نباید با سرمایه گذاری‌های پرخطر، قمار یا خریدهای گران قیمت خودسرانه سرگرم شوید. بهتر است پول خود را روی چیزی سرمایه گذاری کنید که واقعاً شادی یا سود برای شما به ارمغان می آورد. 28 اوت روز بسیار مهمی برای شماست. در این روز خسوف نهایی ماه در علامت ماهی رخ می دهد که خانه 11 شما را تحت تأثیر قرار می دهد. این زمان جمع‌بندی نتایج و پایان دادن به یک مرحله کامل در روابط با دوستان، تیم یا افراد همفکر است. تورهای عزیز، کسی ممکن است از دایره ارتباطی شما خارج شود، یک پروژه مشترک به پایان برسد یا متوجه شوید که با برخی افراد دیگر در یک مسیر نیستید. در عوض، دقیقاً کسانی که واقعاً از شما حمایت می کنند، در نزدیکی باقی خواهند ماند. همچنین، ماه گرفتگی می تواند برنامه‌های شما را برای آینده تغییر دهد. شاید شما یک رؤیا را به خاطر رؤیای دیگری رها کنید، پیشنهاد همکاری غیرمنتظرهای دریافت کنید، به یک جامعه جدید بپیوندید یا شروع به توسعه پروژه‌های در اینترنت کنید. نکته اصلی این است که در روز خود ماه گرفتگی تصمیمات عجولانه نگیرید. بهتر است رویدادهای در حال وقوع را تماشا کنید، زیرا دقیقاً آنها نشان خواهند داد که زندگی در چه جهتی به رشد خود ادامه خواهد داد. با این کار پیشبینی را به پایان میبرم. تورهای عزیز، گاهی اوقات یک ماه بیشتر از یک سال کامل تغییر می کند و اوت ممکن است دقیقاً چنین زمانی باشد. سعی کنید رویدادها را عجله نکنید. به دقت آنچه را که در اطراف رخ می دهد تماشا کنید و از تصمیم گیری نترسید. اگر احساس می کنید زمان تغییر چیزی فرا رسیده است. و اکنون در نظرات بنویسید که از پیشبینی امروز به نظر شما چه چیزی می تواند به طور خاص برای شما اتفاق بیفتد. اگر ویدیو برای شما مفید بود، با لایک از آن حمایت کنید و در کانال سابسکرایب کنید. با این کار کمک زیادی به توسعه آن می کنید. از اینکه این زمان را با من گذراندید سپاسگزارم. مراقب خود و عزیزانتان باشید و اجازه دهید اوت تصمیمات عاقلانه، اعتماد به نفس درونی و تغییرات دلپذیری را برای شما به ارمغان بیاورد. به زودی می‌بینیم.